این سرباز اشک مردم ایرانو با یه جمله در آورد. طی روزهای اخیر و سرمای طاقت فرسای ارتفاعات غرب کشور، مردانی هستند که از مرزهای این خاک محافظت میکنن بدون اینکه حتی از احوالشون با خبر باشیم. یکی از این افراد با غیرت صدفان یکم رحیم مجیدی بود که با وجود سختی هایی که وجود داشت توی منطقه مرزی کردستان در حال نگهبانی بود که متاسفانه بر اثر شرایط جوی سخت و کولاک شدید به شهادت رسید. میگن وقتی رفتن پیکر بیجانشو از دل کوه ها بیارن، عکس پسرش توی دستش بود که پشتش نوشته بود مراقب پسرم باشید. تازه یاد گرفته بگه بابا. همین جمله کافی بود تا دل میلیون ها ایرانی به درد بیاد و منم دیگه بغضم اجازه نمیده این متن رو ادامه بدم. فقط ازتون میخوام برای شادی دل این شهید بزرگوار پست رو لایک کن و توی کامنت ها برای پسرش یه جمله بنویسین که بدون مراقبشیم.